سلام به همه دوستان، سیماش هستم از کانال دنیای پنهان با سیماش. امروز در خدمت شماییم با فال عدسه روز سه‌شنبه. بدون اتلاف وقت بریم سراغ ساعت‌های مختلف. ساعت 6 تا 7 صبح عدسه کردن به این معنیه که رویایی در سر خواهید داشت و باید برای رسیدن به اون تلاش بکنید. ساعت 7 تا 8 صبح عدسه کردن به معنی اینه که باید مراقب دوستان و نزدیکان خودتون باشید و از اونها در زندگی پشتیبانی بکنید. ساعت 8 تا 9 صبح عدسه کردن به معنای اینه که در مواجهه با کسی قرار داری و اون با تو مخالفت میکنه، اما خودت اطلاعی از این موضوع نداری. پس اگر میبینی که کسی یا جایی با تو مخالفت میشه، بدون که این مخالفت عمدیه. ساعت 9 تا 10 صبح عدسه کردن به معنی اینه که خوابی که دیشب دیده بودی به واقعیت خواهد پیوست. اگر تعبیر خوابت خودت رو میخوای، در کانال ما باش و از تعبیر خوابهای ما استفاده کن. ساعت 10 تا 11 صبح عدسه کردن به این معنیه که با کسی که دوستش داری رابطه برقرار خواهی کرد. ساعت 11 تا 12 ظهر عدسه کردن به این معنیه که یک ترس و دلهره‌ای در دلت قرار خواهد گرفت. عدسه کردن در ساعت 12 تا 13 به این معنیه که نیاز داری حواس خودت رو بیشتر از این جمع کنی و با دقت و ظرافت بیشتری به کارهات ادامه بدی. ساعت 13 تا 14 عدسه کردن به این معنیه که بیش از اندازه داری به کارهات توجه میکنی. توجه کردید که عدسه کردن در این 2 ساعت درست معنای عکس هم را داره. 12 تا 13 به این معنیه که باید بیشتر حواست رو جمع کنی و 13 تا 14 به این معنیه که یک کمی ملایمتر با کارهات روبرو شو و اینقدر به همه چیز توجه نکن. ساعت 14 تا 15 عدسه کردن به این معنیه که با افراد جدیدی ارتباط برقرار خواهی کرد. ساعت 15 تا 16 عدسه کردن به این معنیه که به چیزهایی که داری مثل ثروت، زیبایی یا هر توانایی دیگری مغرور نشو. ساعت 16 تا 17 عدسه کردن به این معنیه که آرزوهات رو رها نکن. به برنامه‌هایی که داشتی برگرد و اونها رو با انرژی بیشتری ادامه بده. انشالله که به موفقیت خواهی رسید. ساعت 17 تا 18 عدسه کردن به این معنیه که با کسی که دوستش داری ملاقات خواهی کرد. خب حالا که تا اینجا اومدی، کانال ما رو هم دنبال کن تا بقیه فالها و تعبیر خوابها و انرژی خوانی ها رو داشته باشی. ساعت 18 تا 19 عدسه کردن به این معنیه که پیامی، نامه‌ای یا تماسی دریافت خواهی کرد. ساعت 19 تا 20 عدسه کردن به این معنیه که یک انتظار درونی در تو وجود داره. ببین منتظر چی هستی. ساعت 20 تا 21 عدسه کردن به این معنیه که باید به فردات بیشتر فکر کنی و برنامه‌ریزی‌های بهتری انجام بدی. ساعت 21 تا 22 عدسه کردن به این معنیه که مضطرب خواهی شد و یک اتفاق نگران کننده برات میفته. ساعت 22 تا 23 عدسه کردن به این معنیه که یک نفر داره پشت سر تو حرف میزنه. و در آخر در ساعت 23 تا 24 عدسه کردن به این معنیه که چیزی به ذهنت خواهد رسید. ایده‌ای، فردی یا چیزی که دنبالش بودی حالا میتونی در فکرت پیداش بکنی. با ما همراه باشید و کانال رو دنبال کنید تا با دنیای پنهان آشنا بشید. من سیماش هستم از کانال دنیای پنهان با سیماش. موفق و پایدار باشید.